روز 13 سپتامبر در شبکه‌های اجتماعی عکس نو امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان در دوره پرزیدنت اشرف غنی که بعد از کشور گریختن غنی خود را سرپرست مقام رئیس جمهور افغانستان اعلام کرد نشر شد. در این عکس صالح در موضع کوهستان در حال ثبت شده است که در سر کلاه و در کتف خلطه ریوکزاک دارد و از طرف تپه کوهی می رود. در کنار او ظاهرا محافظ او رو می رود چون که در تن لباس نظامی و برنژلت و در دستش افتمه دارد. مؤلف عکس می گوید که این عکس امرالله صالح در کوههای پنجشیر گرفته شده است. تفتیش واقعیت این توسط منابع دیگر امکان ندارد. امرالله صالح اینک 2 روز باز در محضر عام ظاهر نشده بود. او بار آخر روز 3 سپتامبر در یک ویدیو آوازه ها درباره فرارش از پنجشیر به تاجیکستان را رد کرده بود. در همین حال روز 13 سپتامبر طالبان توسط صحیفه افراد به این گروه نزدیک در اینترنت ویدیویی را نشر کردند که لحظه در یک خانه در روی فرش نشستن و پول و جواهرات را برشمردن چند مرد را نشان میدهد. مؤلفان ادعا دارند که این ثبت لحظه های کوفتگوف خانه امرالله صالح و گویا مقامات امنیتی طالبان از خانه او 6.5 میلیون دلار پول نقد و مقدار زیادی خشتای طلایی پیدا کردند. خود امرالله صالح به این ادعا تا حال واکنش نکرده است و معلوم نیست که آیا این در حقیقت خانه اوست و این همه پول و طلا یافته شده به وی تعلق دارد. توسط منابع مستقل سنجیدن واقعیت این خبر امکان پذیر به نظر نمی رسد. هفته گذشته خبر آمد که جنگیان طالبان خویشاوندان زیادی امرالله صالح را در کابل بازداشت کرده حاجی روح الله صالح برادر کلانی او را کشتند.